جسارتا اجازه اینجا من بشینم؟ ببخش. الو بهزیستی؟ سرکار خانم من خونه فرار کردم. بله خانمم خیلی منو میزانه. من از اضطراب از ترس خانم شب ادراری پیدا کردم. خیلی منو میزانه. بله پیش مشاورم رفتیم به ایشون گفت حق با همسرتونه. انقدر بنده خدا رو چنگ زد گاز گرفت دیگه. بله چند روز پیش من پیام داده ها رو ندارم جیگر مرغ بگی. منم خوشحالیم به من اینجوری پیام داده. به جای یه دونه مرغ 4 تا مرغ خریدم، چند تا شاخه گل خریدم. رفتم خونه قاطی میکنه میگه برای چی مرغ خریدم؟ میگم اشکان خودم گفتی. میگه من گفتم دارو ندارم جیگر مرغ بگیر. شاخه گلا رو کرد تو دهنم. به من میگه باید به من بگه جوجو. صبح شبیه لولوه به خدا. جدیدن رفته کلاس رفت میگه باید با من برقصی منو بغل کنی رو هوا بچرخونی. اندازه 2 تا نیسان وزن داره خانم میفته رو من له میشم. به شیا فلفل میزنه منو میزنه. به من میگه تو هات نیستی باید پنجشنبه دیره دوشنبه کنی. جدیدن یاد گرفته میره پرسینگ میزنه به خودش. به خدا تو خونه راه میره من خیال میکنم دف و دایره داره صداش میاد. من برم خونه خانم این منو میخوره. تو رو خدا به من نجاتم بده. میخندید خانم؟ خنده نداره که. گوشی دوست عزیز چرا میخندی؟ زنم منو میزنه دیگه. چرا میخندی؟ شما مطمئن نیستی؟ واه زنگ بزنید آتش نشانی که یاد اینو ببره. ببخشید یه لحظه عزیز باشم دیدی نخواهی میگه دوربینم نهی بردی. ببخشید این بره